اکنون با کمال احترام و امتنان از استاد فرخیخته و اندیشمند گرانقدر دکتر عبدالبشیر فکرت، پژوهشگر برجسته فلسفه اسلامی، دعوت میکنیم تا با سخنان دقیق و ژرف خویش بر غنای علمی این محفل بیفزایند و با تمرکز بر ویژگی‌های تفکر ماتریدی به ویژه از منظر معرفت شناسی ما را به بنیان‌های معرفت آشنا سازند. از تبیین جایگاه معرفت در اندیشه ماتریدی گرفته تا بررسی تعدد منابع شناخت، تفکیک میان منابع و طریق معرفت، تبیین اصالت و کارکرد عقل در منظومه فکری ماتریدی. از ایشان دعوت میکنیم که با بیان علمی و تحلیل خویش ما را از این مباحث بنیادین بهره‌مند سازند. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و بعد. عرض سلام و حرمت دارم محضر دوستان انجمن مهر که هی محفل بسیار خجسته و مبارک را تدارک دیدن و فرصتی فراهم شده است که می توانیم لحظاتی با هم صحبت بکنیم و همچنان سپاسگزاری داریم از مجمع دوستانی که در این جلسه و هذه دریچه به ما پیوستند و با هم سخن خواهیم گفت. به هر حال جناب احمد سعد نکات خوبی مطرح کردن و از دلیل پرداختنش به این اثر و از پروسه شکلگیری یا تکوین کتاب مسئله معرفت از منظر امام ماتریدی سخن گفتند و در حقیقت یک گزارش مفصلی بود از بحث هایی که از آوانی که بحث مطرح شد تا فصل و ابوابی که این کتاب در او تنظیم شده، یعنی بابهای مختلف، مبانی و مقدمات و نتیجه گیری و اصول که زیبا بیان کردن و ما مستفید شدیم. بر تقدیر نکاتی که من عرض میکردم معذر دوستانی که در اینجا حضور به هم رساندن، برخی از ویژگی های نظریه معرفت در اندیشه ابو منصور ماتریدی است و ما میخوایم تا حدود نسبت این نظام یا ساختار معرفتی را با ضرورت هایی که ما در دنیای خود داریم گوشزد بکنم و نشان بدم که ظاهراً چگونه ما به چنین یک چارچوب معرفتی نیازمند هستیم و این نیازمندی در واقع در مواجهه ما با مسئله هایی که با او درگیر هستیم خودش را آشکار می‌سازد. به صورت عموم از این نکته آغاز میکنیم که ابو منصور ماتریدی کتاب توحیدش را که در واقع اصلی ترین اثر ابو منصور ماتریدی است و میشه این کتاب را از جمله آثار مرکزی ابو منصور ماتریدی به شمار آورد، با بحثی از معرفت و منابع معرفت آغاز میکنه و در واقع این آغاز یک آغاز آگاهانه است. یعنی ابو منصور ماتریدی به درستی درک کرده بود که پرداختن به بحث های کلامی زمان موجه است و قابل دفاع است و بنیادمند است که ما ابتدا اصول معرفت شناختی خودمان را و چارچوب های معرفت شناختی خودمان را پیشا پیش توضیح داده باشیم و تبیین کرده باشیم. دقیقاً و به حتم از اینجاست که ابو منصور ماتریدی از نظریه معرفت یا معرفت شناسی آغاز میکنه و به اسباب علم یا به منابع معرفت توجه میکنه. سوالی که مطرح میشه است که آیا ابو منصور ماتریدی در پرداختش به بحث‌های معرفت شناختی با عنوان یک فیلسوف عمل کرد یا با عنوان یک متکلم؟ اصولاً چه نیازی بود که یک متکلم وارد بحث‌های معرفت شناختی شود و آیا بحث از معرفت شناسی یا بحث از منابع معرفت، امکان معرفت، حدود معرفت و اعتبار معارف، آیا اینا بحث‌های اصولاً بحث‌های کلامی هستند یا بحث‌هایی هستند که در قلمرو فلسفه جا می‌گیرند؟ می‌دانیم که فلسفه کلاسیک دارای 5 شاخه اصلی بود که اگر منطق را جزو فلسفه بدانیم، بنابراین فلسفه شامل 5 شاخه اصلی میشد که عبارت بودند از منطق، متافیزیک، زیبایی شناسی، اخلاق
و معرفت شناسی. اگر از این چشم انداز نگاه کنیم، معرفت شناسی بخشی از شاخه یا بخشی از زیر فلسفه است یا زیر سپهر فلسفه قرار میگیره، ولی که کسی مانند استاد گرامی میخواستم بسیار ببخشین یک لحظه یادآوری بکنم به دوستان که احتمالا بر محدودیت زمانی برنامه چند لحظه بعد اگر لینک مدتش تمام شد دوباره میتونن که وارد لینک شون دوستان. خوب است. ممنونت، بخیر باشی. من فقط دیر عرض میکردم که ابو منصور ماتوریدی اصولا یک متکلم است، ولی وقتی وارد بحث های معرفت شناسانه میشه در واقع درک میکنه که کلام نیازمند یک رشته مبانی معرفت شناختی است و این مبانی معرفت شناختی بایستی پیشاپیش تعریف شوند و ما تا زمانی که از معرفت شناسی آغاز نکنیم نمیتوانیم به یک نوع الهیات بنیادمند و به یک نوع کلامی که مبتنی است بر یک رشته اصول فلسفی مستحکم دست پیدا کنیم. از اینجاست که به نظر میرسه که ابو منصور ماتوریدی درک کرده بود که ما برای که یک متکلم خوب باشیم طبعا نیاز داریم به این که به بحث های فلسفی هم توجه بکنیم، از جمله به بحث در باب معرفت شناسی. و این نکته که نکته های مهم است، یک آغاز و یک نقطه عظیمت قابل ملاحظه و تحسین برانگیز است و به نظر میرسه که در امر ابتدا به معرفت شناسی ابو منصور ماتوریدی بر دیگران پیش قدم است. نه تنها در امر ابتدا به معرفت شناسی ابو منصور ماتوریدی بر دیگران پیشی داره که ابو منصور ماتوریدی در طرح یک نظام معرفت شناسی جامع و سامانمند هم بر اخلاف و معاصرین خودش تقدم داره و یکی از مزیت‌های مهم نظریه معرفت شناسی ابو منصور ماتوریدی است. در ترکیه که به اندیشه‌های ماتوریدی یک توجه خاص صورت میگیره، در اونجا من متوجه شدم که برخی از اساتیدی که حوزه تخصصشان بررسی آرا و اندیشه های ابو منصور ماتوریدی بود، بعضا رویکرد ماتوریدی به بحث معرفت شناسی را یا به تعبیر دیگه ابتدا به معرفت شناسی در اندیشه های ماتوریدی را به معنی تقدم معرفت بر وجود می دانستند و از اینجا بود که برخی از اساتید در دانشکده الهیات دانشگاه انقره معتقد بودند که گویی ابو منصور ماتوریدی مانند رنه دکارت فرانسوی وجود را معرفت را بر وجود مقدم می دانست و ظاهراً مقایسه های میان ابو منصور ماتوریدی و رنه دکارت فرانسوی صورت می دادند. البته این مقایسه بر این فرض استوار بود که آنگونه که اندیشه بر وجود در دکارت مقدم است، ظاهراً آغاز ابو منصور ماتوریدی از بحث های معرفت شناسانه هم به این معنی است که ابو منصور ظاهراً معرفت را بر وجود یا بر هستی مقدم می شماره و ظاهراً یک شباهتی است بین ابو منصور و رنه دکارت. اما ظاهراً این نوع رویکرد با سوالای مواجه است به دلیلی که درست است که ابو منصور ماتوریدی از بحث معرفت شناسی آغاز میکنه، اما آنچه ماهیت اصلی نظام معرفت شناختی ابو منصور ماتوریدی را شکل میده یک نوع ایدالسم معرفت شناختی نیست. به تعبیر دیگه ابو منصور ماتوریدی حقایق اشیا را ثابت میدانه، بنابراین از نظر رویکرد معرفت شناسانه یک ریالیست است تا ای که یک ایدئالیست معرفت شناختی باشه. بنابراین نفسی که یا محضی که ابو منصور ماتوریدی با بحث‌های معرفت شناختی آغاز میکنه، این نمیتونه یک دلیل کافی باشه برای مقایسه کردن میان ابو منصور و رنه دکارت، صرف نظر از این که تفاوت‌های بسیاری هم میان اینا برقرار است. این نکته بسیار مهم است، یعنی ابتدا به معرفت شناسی یکی از ویژگی های ابو منصور ماتوریدی است، ولی منابع معرفتی که
ابو منصور ماتوریدی از او سخن میزنه، این منابع پیش از ابو منصور ماتوریدی در آثار متکلمین ما سبق هم وجود داشت و متکلمان اشعری، البته متکلمان معتزلی و در سنت کلامی و در سنت فلسفی تمسک به حس و به عقل و به گواهی و امثال اینا وجود داشت. اما کاری که ابو منصور ماتوریدی کرد بود که از اینا به عنوان مواد خام استفاده کرد و یک ساختار یا یک نظام معرفت شناختی تأسیس کرد که جامعیتی داشت و نظمی داشت که در رویکردهای ما سبق وجود نداشت و یکی از ویژگی‌های مهم نظام معرفت شناختی ابو منصور ماتوریدی است. نکته دوم یا ویژگی دوم نظریه معرفت در اندیشه ماتوریدی رویکرد چند منبعی به معرفت است. یعنی ابو منصور ماتوریدی معرفت یا آگاهی آدمی را جوشیده و برخاسته از یک منبع واحد یا از یک طریق واحد نمیدانه، بلکه معتقد است که منابع معرفت متعدد هستند و این تعدد منابع معرفت نشان از یک توسع در نگاه ابو منصور ماتوریدی مسئله معرفت دارد و این هم ظاهراً آگاهانه است با توجه به او بحرانها و معضلات و مسئله هایی که ابو منصور ماتوریدی در عصر خودش با او درگیر بود. در واقع طرح چنین نظامی و چنین روی کردی در باب معرفت که عمدتاً روی کردی که ماهیت اصلیش را یک اتکا بر تعدد منابع معرفت شکل میده آگاهانه بوده و این روی کرد طبعا برای امروز ما هم بسیار مهم است. در روزگاری که ما زندگی میکنیم لااقل شما میبینید که گفتمان سلفی یکی از گفتمان‌هایی است که با عنوان یک چالش، با عنوان یک تهدید، با عنوان یک بازگشت به گذشته شناخته میشه و در این گفتمان اگر از چشمانداز اپیستمولوژیک یا معرفت شناختی نگاه بکنیم، این گفتمان برای فرض پنهان معرفت شناختی استوار است که گویی منبع معرفت یک چیز است و او منبع عبارت است از وحی. امروزه در گفتمان سلفی اگر از چشمانداز معرفت شناسی نگاه بکنیم، این گفتمان برای فرض پنهان استوار است که گویی منبع معرفت واحد است و این منبع واحد همان وحی الهی است. بنابراین در این گفتمان هر منبع دیگه و هر اسباب دیگه برای معرفت نفی میشه و این به صورت طبیعی لوازم و پیامدهایی داره که برای امروز ما بسیار بسیار فاجعه بار است. مثلا شما در افغانستان میبینید در کشور ما که ظاهراً یک انجینیر با عنوان عالم شناخته نمیشه، یک فیزیکدان با عنوان عالم شناخته نمیشه، یک زیست شناس را مردم ما با عنوان عالم نمیشناسند. و اگر شما یک فیلسوف باشید، یک منطقدان باشید، یک متافیزیسین باشید، یک ریاضیدان باشید، شما عالم شمرده نمیشید. عالم تنها کسی است که علم دین فرا گرفته و علم دین میدانه و او هم با او شرایط و قیود و محدودیت ها و تعریفی که در عرف اجتماعی ما متداول است. اگر کمی دقت بکنیم مبنای این نوع قضاوت در مورد علوم مختلف کجاست؟ اندکی دقت و با اندکی مداقه درک میکنیم که مبنای این نوع قضاوت ها عمدتاً در یک رویکرد تک منبعی به معرفت است. یعنی تصور بری است که منبع معرفت یک چیز است و او منبع معرفت عبارت است از وحی. بنابراین هر دانش دیگه، هر آگاهی دیگه که از این منبع یعنی از وحی ناشی نشده باشه به عنوان معرفت شناخته نمیشه. این از جمله لوازم منطقی رویکرد تک منبعی در گفتمان سلفی است. همچنان که شما در سنت تفکر غربی میبینید که نزاع میان حسگرایی و عقلگرایی بعد از سده 17 تا سده 18 یک نزاع پردامنه است و در دو سوی این نزاع کسانی هستند که به اصالت حس یا اصالت عقل قائل هستند و در قرن 18 امانوئل کانت از چهره‌هایی است که در واقع
فلسفه رو دچار یک چرخش، یک تحول اساسی میسازه و او تحولی است که فلسفه از حوزه متافیزیک وارد قلمرو معرفت شناسی میشه و کانت ظاهراً از چهره هایی است که سعی میکنه میان این دو تا جریان حلقه وصل ایجاد بکنه. شما اگر در نگاه یا در رویکرد ماتوریدی نگاه کنید میبینید که ماتوریدی هم چنین شأنی داشته در مقطعی از مقاطع تاریخ تفکر اسلامی، برغمی که ماتوریدی فیلسوف نبوده و در طرح نظام معرفت شناسانه یا معرفت شناختی خیش ماتوریدی عمدتاً اهداف و مقاصد دینی را دنبال میکرد. ولی برغم این رویکرد ماتوریدی در بحث معرفت یک رویکرد چند منبعی است و این در دنیای ما بسیار اهمیت داره و اهمیتش است که کمک میکنه تا ما به دانش‌های مختلف و علوم مختلف ناشی از حس، ناشی از تاریخ و ناشی از وحی مشروعیت ببخشیم و دچار یک رویکرد جایگزینی نشیم. این اهمیتی است که ماتوریدیه داره و من متوجه بودم که در ترکیه وقتی اساتید الهیات میخواستند جلو یک تفکر افراطی از نوع داعش را بگیرند، خب میتونستند و طرح ظاهراً این بود که ما میتونیم متکی بر این چارچوب معرفت شناختی ماتوریدی به نحوی اصولی جلو روی کرد سلفی را بگیریم. به نحوی اصولی به این معنا که ما چارچوب معرفتی وضع میکنیم که در این چارچوب معرفت منحصر در یک منبع مشخص یا در یک طریق مشخص نیست، بلکه معرفت از منابع مختلف میجوشه و برمیخیزه و بنابراین ما بایستی به همه این معارف و دانش ها، چه در سطح علوم تجربی که ذیل دانش‌های حسی یا تجربیات حسی قرار میگیره و چه در رابطه با علوم تاریخی که میتوان ایره ذیل گزارش‌ها و اخبار دسته‌بندی کرد و چه دانش‌هایی که ذیل وحی قرار میگیرن یعنی علوم دینی، به همه اینا همزمان مشروعیت ببخشید. از این جهت فکر میکنم کار ابو منصور ماتوریدی یک کار بسیار پردامنه و اصولی و حرکت از یک مبدأ مستحکم است. علاوه بر اینا میبینیم که ابو منصور ماتوریدی برغمی که به تعدد منابع معرفت قائل است و هر یکی این منابع را مورد سنجش و ارزیابی قرار میده، اصالت را به عقل میده. بنابراین اخبار و گزارش های تاریخی هم وثاقت تاریخیشان با عقل سنجیده میشه و هم معنی اینا، یعنی هم در مقام دلالت هم در مقام وثاقت و اسناد وحی یا اخبار به صورت عموم و اخبار رسولان به نحو خاص با نیروی عقل شناخته میشه. همچنان داده های حسی قلمرو حس و چی چیزی با حواس ما سازگار است و چی چیزی با حواس ما سازگار نیست با بیان ابو منصور ماتوریدی با نیروی عقل شناخته میشه. بنابراین برغمی که ماتوریدی به تعدد منابع معرفت قائل است، به نحوی و به یک معنا به درجه بندی منابع معرفت هم قائل است و در این درجه بندی عقل در یک کفه میزان قرار میگیره و حس و اخبار در کفه دیگر و برغمی کفه که عقل در او قرار گرفته سنگینی میکنه. بنابراین وقتی شما از این مبدأ وارد تفسیر دین میشید، وارد فهم هرمنوتیکی دین میشید، بعد متوجه میشید که خب این به صورت طبیعی به یک فهم عقلانی از دین می انجامه و این چیزی است که ما به او به شدت نیاز داریم، لااقل در روزگار ما که فهم تقلیدی از دین قداست پیدا میکنه و نهادمند میشه. این رویکرد به نظر من یکی از رویکردهای بسیار مهم و کارآمد است. با تمام از اینا دو نکته را عرض میکردم در پایان که نکته های مهم است و او این است که معمولا در شعور اجتماعی و در فهم متداول و عرفی ما اندیشه های ماتوریدی ذیل اندیشه های اشعری مورد مطالعه قرار میگیره، گویی که ماتوریدی یکی از اخلاف و پیروان تفکر ابوالحسن اشعری باشه، در حالی که رویکرد نادرست است. از نظر تاریخی ابو منصور ماتوریدی نزدیک 20 الی 22 سال قبل از ابوالحسن اشعری تولد میشه
یا تولد شده و نزدیک 8 یا 9 سال بعد از وفات ابوالحسن اشعری ابو منصور ماتریدی در قید حیات بوده و به این معناست که اینا معاصر هم هستند، نه ای که ما یکی را به عنوان امام و مقتدا معرفی کنیم و دیگری را به عنوان پیرو و خلف، بلکه این گفتمان ماتریدی و گفتمان اشعری دو پاسخ هستند به بحران‌هایی که عمدتاً از رهگذر تفکر اعتزال در جهان اسلام مطرح میشه. البته دو پاسخ متفاوت که در مبانی و در اصول و در ساختار با هم تفاوت دارند. بنابراین بحث پیشرو و پیرو و بحث مقتدا و مقتدی در میان این دو تا گفتمان مطرح نیست. نکته دومی که مهم است که آنگونه که ما در دانشکده شرعیات کابل هم اندیشه های ماتریدی را تدریس میکردیم، اگرچه اندیشه ها بسیار پررنگ نبود، اما لااقل در ذیل یا در ضمن اندیشه های اشعری به اندیشه های ابو منصور ماتریدی هم توجه صورت میگرفت. ولی فرض بری بود که تفاوت میان گفتمان اشعری و گفتمان ماتریدی یک تفاوت جزئی است، تفاوت فی المسئله است، تفاوت ساختاری نیست، تفاوت در مبانی نیست، تفاوت در بنیادهای معرفت شناختی نیست. به همین جهت یکی از اساتید ما نزدیک 40 مورد مسائل اختلافی میان ابو منصور ماتریدی یا میان ماتریدیه و میان اشاعره را لیست کرده بود و فهرست کرده بود و فرض بری بود که اینا در اصول با هم مشترکند و اختلاف هایی که در این زمینه است اختلاف های فرعی یا اختلاف فی المسئله است. ولی در حالی است که اگر کمی به اندیشه های ماتریدی از چشمانداز یک نوع از چشمانداز معرفت شناختی نظر شود و به نحو ساختاری مورد تأمل قرار بگیره، درک میکنیم که اصلا ساختار معرفت او چارچوب معرفت شناسی ابو منصور ماتریدی و چارچوبی که در نزد اشاعره متداول است تفاوت داره. بنابراین تفکر ماتریدی هم در مبانی متافیزیکی، هم در مبانی معرفت شناختی و هم در مبانی اخلاقی تفاوت‌های قابل ملاحظه با اندیشه های ابوالحسن اشعری داره و این نکته است که معمولاً مورد غفلت قرار میگیره. اینجا میشه آدم اهمیت اندیشه های ماتریدی را درک بکنه و به نظر من برای فهم اندیشه های ماتریدی ما نیازمند رویکرد تفکیک هستیم، رویکردی که تفاوت ماتریدی را از سایر نهله های کلامی برجسته میسازه. اینا نکاتی بود که من به اختصار عرض کردم و اگر پرسشایی بود بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. فقط یکی دو مورد را در مورد کتاب میخواستم بگویم که اگر دوستان دو مورد نکاتی داشتن میشه مطرح بکنن. یک موردی بود که در مورد همون مبانی اشعری که یا مبانی دهگانه‌ای که مؤلف کتاب در مقدمه توضیح داد، این مبانی ظاهراً یکی از این مبانی بود که گویا حکم شرعی نظریه معرفت یا معرفت شناسی چیست. ما باورم است که حکم شرعی در واقع فرع است و نظریه معرفت یا the theory of knowing این بنیاد است، مبناست. شما نمیتوانید اصل را با فرع مورد ارزیابی قرار بدید. یعنی وقتی میگیم حکم شرعی مثلا فراگیری نظریه معرفت چیست، این به این معناست که ما میخواهیم فرع را در جای اصل قرار بدیم و بعد اصل را بر اساس فرع بسنجیم و در اونجا گفته شده که خب فراگیری معرفت شناسی در واقع فرض کفایی است، در حالی که رویکرد یک رویکرد فقه محور است و ما میخواهیم با فقه معرفت شناسی را بسنجش بگیریم و این نادرست است، در حالی که معرفت شناسی مبنای فقه را شکل میده. نقطه عزیمت ما در واقع نظریه معرفت است و بنابراین ما از نظریه معرفت آغاز میکنیم و میریم به مباحث کلامی و بعد وارد مباحث اصولی و مباحث فقهی میشیم. بنابراین مباحث فقهی، مباحث اصولی و مباحث کلامی تابع نظریه معرفت شناسانه ماست و ما نمیتونیم معرفت شناسی را بر اساس احکام فقهی تکلیفش مشخص بسازیم. در واقع معرفت شناسی است که تکلیف احکام فقهی را روشن میسازه و به نظر من یکی از نکته‌هایی است که در صفحه ظاهراً 49 کتاب مطرح شده و قابل تأمل است.
علاوه بر اینا ظاهرا مؤلف کتاب میان منبع معرفت و طرق معرفت تفکیک قائل نیستند و اسباب معرفت را معمولا با منبع معرفت مترادف میدانند و یکی از پرسش هایی که مطرح میشه است که آیا واقعا حس و اخبار یا گزارش های تاریخی اینا منبع معرفت هستند یا طرق یا وسیله های معرفت هستند؟ با تفکیک خود تفتازانی میکنه در باب ای که چرا منابع معرفت منحصر در 3 تا هستند، اونجا توضیح میده، میگه که منابع معرفت یا بیرونی هستند که عبارت از اخبار است، یا منابع معرفت درونی هستند. منابع معرفتی که درونی هستند اینا یا وسیله معرفت هستند مثل حواس، یا منبع معرفت هستند یا به تعبیر تفتازانی یا وسیله مدرک هستند که عبارت است از عقل. بنابراین به نظر میرسه که منبع معرفت یک چیز است و او عبارت از عقل است. بعد حس یکی از طرق داخلی معرفت است و اخبار یکی از طرق خارجی معرفت است. و اگر به این ظرافت‌ها توجه کنیم، ظاهراً ما تفاوت است میان منبع معرفت و میان طرق معرفت و همه اینا را میتونیم ذیل اسباب معرفت دسته‌بندی بکنیم یا اسباب علم. ولی ظاهراً مؤلف کتاب منبع معرفت و اسباب معرفت یا اسباب علم را مترادف به کار میبره و یکی از پرسش‌هایی است که آیا واقعاً میان این دوتا تفاوتی هست در نگاه ماتریدی یا نیست. تا اونجایی که ما ظاهراً درک کردم تفاوت‌های در این میان هست که این تفاوت توسط نویسنده در نظر گرفته نشده. به هر حال همی بود عرایض ما به اختصار و خوشحال هستم که جناب دکتر سیب میردامادی هم به جمع ما شما پیوستند که ایشان را خوش آمدید میگیم و دوستان بیشتری که حضور به هم رساندن. دوست دارم در مقام بعدی رشته سخن را واگذار کنیم و دوستان گرامی که در این زمینه سخن خواهند گفت. و اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین.